رادیوی نو برای رسانیدن ندای زنان در افغانستان. رادیوی نوای زن در ولایت فرح روز 8 مارس به کار آغاز کرد. در روز بین المللی زنان. هدف 10 بانو که اینجا کار میکنند بالا بردن آگاهی و معرفت زنان است. هدف اول ما آموزش کودکان و خانواده ها برای تربیت فرزند سالم است. هدف دوم حمایت از حقوق زن و مساعدت و تلاش های صلح می باشد. سه کارمند رادیو خودشان کاریان را سرمایه گذاری میکنند و امیدوارند از بیرون کمک بگیرند. ما از دیگه که ارگان‌ها خواهشمند هستیم که به ما کمک کند و همراه ما همکاری داشته باشد تا برای خانم‌ها یک زمینه کار مساعد شود. مقامات محلی افتتاح رادیو را مفید می‌شمارند. افتتاح رادیوی نوار یک گام بسیار موثر و ارزنده می‌دانم و انشالله که ما شما به طرف پیشرفت میریم، چون ما می‌بینیم که حضور زنان در تمام عرصه‌ها روز افزون است، خصوصا در رسانه‌ها. در افغانستان چند رادیوی هست که بانوان رهبری میکنند. مثل دیگر خبرنگاران پیوسته تهدید میبینند، اما در جامعه محافظه‌کار مثل افغانستان خطر به جان بانوان زیادتر است. همین ماه مارس 3 کارمند زن در تلویزیون جلال آباد را کشتند. یک ناطق تلویزیون و راننده‌اش را ماه دکبر گذشته قتل کردند. ولی این بانوان میگویند از چیزی نمیترسند. وضعیت امنیتی خو از پیش خراب بوده، اما بازم این باعث نمیشه که نهاد جوان افغانستان سرکوب بشه. ما بازم صدای خود بلند میکنیم از طریق رسانه ها و همینطور خوشحال هستیم که دوباره کار میکنیم. این دفعه قویتر و قویتر وارد میشه تا دشمنای ما سرنگون بشه.